سلام برار خوبه؟ شکر دختر خاله. من دیگه شما برار میگم خیلی دیگه بچه خاله هم مثل برار آدم دیگه برار مخبر مانی دیگه این گپا چیه؟ دختر خاله بله همین یک مسلیته. خب چی کاره؟ خدا بیامرزه روزی که پیرک تو معتاد شد که او وقت تو 2 ساله بودی یا 1.5 ساله بودی کار نداریم که مادرک هم برای هم مجبوری شوهر که خب بالاخره اینجا با مثل خوار ماماله به می خونه زندگی میکنی هستی به می محل پیی اینجا یک بچگاه کیه مثل تونه خدایا 10,000 با شکر به هیچ انسان نشون ندی بازم 10,000 با شکر به حساب چی بگم او هم چلچلیه خب ما گفتم اگه نه چیش نه برم به زو بگم همین که من که چی شد حقیقت رستی مادر من به من بی صدا گفتن تو برو و دختر خاله خب بگو خاطر رو من نمیشه دختر خاله تو یک دم فکر نکنه به خاطر که اینجا رو جمع میکنه میگه البته به واسطه خب انا اگه من عکس تو بگیرم انا میبرم ببینم به چه نشون میدم انا سعی کنم اگه میشه ازدواج میکنی والا خودشان میفهمیم دیگه من اینجا از امروز که صغیرم به می جگایم به می خونهیم جای دیگه که ندارم به می خونهیم خب آره گم شما مثل برار منیم دیگه میفهم خب بچه یعنی خاله منیم مثل برار من هرچه شما مسلحت میبینه مادر هر کس میفهمین دیگه هر کم میفهمیم همین تکنین دیگه شما حرفی نیه برار انال ایتن دختر خاله سعی کن خب گناهی با ما نشه انال همین تو بچه ها که هست مگرم همو همرنگاهی باشد زنی و هم قدی باشه شما دختران که هست مثلا همین تو مگرم شوهر شما هم قد شما باشه انا مینا اگه مسلیت زیزی عکس بگیرم ببرم هر رقم میفهمیم بچه خاله عکس میگیریم نمیگیریم هر رقم مسلحت شما باشه من رزی اون گفی نیه انا می عکس میبرم دختر خاله فهمیدی؟ سیه سعی کنم چی میگه بیلا اشتر خوناکیه همینه خیالم آده همینه ما سلام علیکم نه نباشین خیر سلامت سلام مامان نوروز همینه سلام علیکم نوروز بله بله همینه بفرمایید همین چلچلگک چه کاری شمونه کجیر نم داره برار منه برار شمونه ببخشید نشناختم ما برار ما اسمم گیلا که بچی اصلا جایز کله ما از قلب پایینیم زیر بیدا خوب پلو کاربار لنبیده خوب من میته یک کار خصوصی به پیار شما دارم اگه هستم به سرا بله بسرایم خب یک یاللهی بکنیم یا الله بابا یک نفر بیامده میگه اسم ما گیله که ازو غله خوب ازو غله یا خوب میگه ما یک چای یک یالای بکن ما پیار تو کم کار خصوصی دارم خوب بگو بیا خونه بیا دیگه خب یالا کن خب خدا خیر کنه چی مای وزمه بفرمایید الله بفرمایید یا الله بفرمایید یا الله بفرمایید انا بابا بیامده السلام علیکم سلام علیکم دیار خوبه جوره لکن پالا باری پاخ نه نباشین دیار جوره خیر دیار خیریت موجیگه زنده باشین خیر عمل بشناختیم ماما خدا به کوچه در که بدون اسم شما بلد نیم همینطور گاهی وقت نداریم تا مال تیر میشی ما از اون محله بالایم بچه اصلا جایز کله اسمم گیلکه خوب از زیر بیدا پلو کالبار رو میده گاهی وقتا تملم شما میبینه ولی خرم تیر میشین خوب خیریت انا من غرض از مزاحمت یک دختره خاله دارم انا یه به حساب انا
چی بگم دیگه امی چلچله چه کار شما نه؟ این بچی منه. ها او هم حال کار خدای پاک ما و شما شکر. مگرم چیزی نتونیم بگیم بعد نگیم ایتگا پر شکر کشیم شکر. انا دختره خاله دارم این پیرک از این تقریبا شاید 25 سالی طفلی بوده اصلا بفهمید. 2 ساله بوده که پیر از این معتاد شد فهمیدیم؟ یعنی همین تا معتاد شد بالاخره غیب شد خب خلاصه سر شما به درد نمیاره ماما جان انا همین تا پریشه و همین تا به خونه گپ شد اگه اختلاط میکردم انا گفتم که همین دختره خاله محمقت همین به چه شما نه اونا کم چلچلی ها ها یک ذره به چه شما کلونتره انا گفتم اگه شما راضی باشیم به توافق برسیم انا باشی رستی صبر کنیم ماما جان انا ماما جان میبینی این دختره خاله منه بیچاره میبینیم کم یا به چی شما کلونتره ها انا گفتم اگه شما راضی باشیم انا بیاین خود شما خیشی کنیم بکن مسئله نیه لور شکر میفهمی که اگه خدا کنه با هم دختر خالشون رضایت داشته باشه او رای کردن دیگه عکسی ها مادر مینا رای کردم خودی هم راضیه مادرک ازی هم همون وقتا برا شوکه این فقط نمیته تنها هم پیشمانه سنده بچه شما چنده؟ 22 سال عمره نه 22 بیشتر نیه؟ نه خب پس این بیشتر چیستره این میفهمین چنده؟ این 36 تا امسال نوروز که به 36 میشه ولی صغیریه اینک ها منتاب نیه به یک حساب کجی؟ بچه شما کجی نم داره؟ کجی جان بیا بابات نجی بله بابا بیا تو بیا نه باشین لالا سلام نه باشین لالا خیلیت نام خدا زنده باشین بشینیم پیش بیار خواه بچه شما ماما این من پیش از این یار شاید 1.5 سال پیش بشم یک دفعه بدیدم هم تا سلام منطف آواز من نبیده که این بچه شما نه چیزه کجی جان بله اندازه انقای خود تو همین تو زن پیدا شده می یا نمی؟ البته زنی نیه دیگه ماما دختریه دیگه ماما با یک دمی بچه شما فکر کن البته زن 100 سالیه نه دختریه انا باشه ماما دختر خاله از اینای مگن تو مایه آنه چه میخندی؟ خب اینا ایتنه که اندازه تونه دیگه این چند سال از تو کلونتره بفهمیدم حقیقت رستی بگم رضایت خود داشتم دمی که مادرمو بگفتم او چوب که هیچی نگو گو هرچی خاله جان شما بگین حالا تو چی میگی؟ چی بگم بابا خب هر چی که دل تو مایه بگو دیگه من چی میفهم دیگه یعنی دل تو مایه نمایه چی رقم است؟ نه بابا دل نمو اینه؟ نمو بابا بابا جان شاید از تو پیشکش یک لکی اگه بستونیم من قرد خود ما گردن دیگه با یک بار خوردگی هم بیارم خب پیرتونم دیگه برارتونم من زحمت میکشون دیگه چی خب بگرم آیا اینا تا عوض زندی هم که من بیارم که من خودی زن خوب بشینم بخورم خب اون برارت هم هست او برار من خودی زن خونه میره برای کار خب وقت چیکار کنم خود تو دیگه می که میته عمر خود بشینی فعلا ببینین که چی کار خواه شد خب یعنی ما برو چی بگم آله بگیم او تن نمیکنه بس لالا یک یالله بگیم دیگه هیچ دیگه ما که خیر خوبی آمدم شما بگو. بگفتم خیر بینین دست شما دن نکنه بیش یک که یالله بکنیم گلک جان بله با ما متعاول میدم این رضا میسته یا الله صحیح خوش آمدید گوشی هم مادر منه بس شماره من ندارم بردم چیز شدم سلام ما بلدم فقط تو بغل پول لنبیده کاربان لنبیده زنده گیلا دیگه معلومه گیلا بچه اصلا بشی چای بخور زنده باشیم برادر خوش آمدی یا الله خوش آمدید یا الله خوش آمدید تو سیکو با این با پیز بالا میگی که نمای مال زن
بابا من زنیم چکار بابا. گپ کم که تا قبل نیست که تو مجرد میشینی بخونه ما زن ما یا چکار یک گپایی میزنه یا گپ ندی. والا خدا بجور است که تو نفر پیدا میشه دیگه کی ما تو بستونه میگو بله بابا. ما باش مادرتون ری کن با تو رضا میسازم گردنم و بنم خیرات ندم نمو. گپ کم کو یک لگر با تو زن نمیدم بابا جو تا زمان- زن نموی و خرج ما بده گردن میگو دقه بابایی. تا زمان زنده باشم من با تو زحمت میکشم خب بابا وقتی بموریم چکار شی. یعنی هم نون خورم لقمه نونم پیدا کرده نمیتونی فیران نموی. خیرات زکات بدم نمو. این گپانیه شاید که پول نستون از ما نمو. نمو